میگم پشتون او پشتون تو را میگم لالای بزرگم هستی سگت بیار که سر ما پاچویی کنه تاجک نمانی. شما مردم باغی، مردم یاغی، مردم دزد رهزن که از سمرقند و بخارا آمدین افغانستان چندین بار به سوی تجزیه شما برابر کردین. شما مردم بودین که هیچ اصلا مهاجرین سمرقند و بخارا از برای خدا ما صاحب وطن ما شما آمدین وطن ما را میخواستین از ما بگیرین و شما بدبختا وقتی که از کو پایین شدین ما دیدمتانه. ما که تابع تاجک زده بودی که تو هم تبارم هستی اولین خانه را که چور کردی خانه من کابلی بود. گپ نزنید. آدمی مصیبت طالب شو تو خلاص شویم آزاد میکنین همین کشور. ما میگم قربان قمچین طالب شوم. ما خاک پای نمی طالب هستم. خدا طالب خیر بده که آمد که امروز دخترای ما در حفظ امان است. امروز دخترها را کسی دوزی نمیکنه. با یک تفنگ خانه مردم میرفتین و زنا با دایره میرفت بر دخترش میگفتن که یا دختر تبتی یا میبریمش مگروزانیمش. شما نسل استین میگن که شنگری شما کلتور و فرهنگ شما مرا وقت بودین نوبت مرا من سخت میفهمی نوبت از ما از خان صاحب مرا وقت بودین من در میگیرم وقتی که در بین شما مردم دیگه هیچ کس نیست که شما بزغاله رو میارین. بزش خب بسیار افغانستان به یک جای رسان که بزغالیش به یک کار بکنن. شرم کنین یک ذره به خدا سر به گریبانتان تا کنین. پیش خداوند رفته نیستین جواب داده نیستین. شرم کنین. ظلم را که شما سر مردم کابل کردین تو میفهمی 50,000 کابلی را شما قتل عام کردین. آره گذشته را فراموش کنین نالفی را نبودین. کرده بودن او بدبخت انسان ما خواهم تبارت بودم مرا خواهم تبارت میگفتی ما خواهم زبانت بودم. تو که آمدی اولین حمله را چرا سر خانه ما کردی؟ چرا سر ناموس ما توزیدی؟ چرا می کار کردی؟ من از تو سوال میکنم برای چی؟ خوب گذشت آره فعلا نبودین. من از گذشته پند گرفتم. من میگم پشتون او پشتون تو را میگم لالای بزرگم هستی سگت بیار که سر ما پاچویی کنه تاجک نمانی.